خیلی خب، سلام. انتهای کدرم و قصد داشتم که یه آموزشی ضبط کنم. امیدوارم برای شما بتونه کاربردی باشه. حالا این آموزش چی هست؟ این آموزش خیلی ساده است و آموزش نصب ویندوزه. میدونم شاید احمقانه به نظر برسه که من دارم آموزش نصب ویندوز ضبط میکنم. چرا دارم همچین حرفی رو میزنم؟ من نمیگم که احمقانه است، هر کی همچین چیزی ضبط میکنه احمقه، چون که توی اینترنت همچین چیزی زیاد فرامون ریخته، ولی گفتم که یه دونه خودم ضبط کرده باشم، ازش مطمئن باشم که خودم ضبط کردم و دیگه راحت کنم توضیحش بدم. کسی سوالی داشت. ولی قصد کانال هنتای کدر یا کدنویس منحرف اینه که یه کمی آموزش‌های حرفه‌ای تر ضبط کنم. و الان اگه دارم راجع به ویندوز صحبت میکنم، فقط نصب بشه و دیگه بقیه چیزا رو قرار نیست توضیح بدم که ویندوزه و واقعا روش نصب همشون یکسانه، مگر اینکه بخوایم راجع به ویندوز ایکس پی به پایین صحبت کنیم. آره، اونا فرق میکنه. من اینجا یه وردی نوشتم که یه کمی بتونم بهتر بهتون توضیح بدم. ولی اینکه بگیم ویندوز چی هست، من دوست داشتم یکم این آموزش اصولی تر به نظر برسه و به جز خود نصب ویندوز چیزای بهتری بفهمیم. ویندوز یه سیستم عامله. ما جز ویندوز سیستم عاملای دیگه هم داریم، مثلا لینوکس داریم. مثلا که قابل نصب شدن بر روی هر کامپیوتری هستن. ولی خب فعلا توی دنیای مدرن خودمون همه از ویندوز استفاده میکنیم و پر کاربردترین سیستم عامل به نظر میاد، چون که به درد گیم، کار برنامه‌نویسی، هر کار دیگه ای میخوره. یعنی کار هر سیستم عاملی رو میتونه انجام بده، فقط شاید توی بعضی از کارها ضعیفتر به نظر برسه، ولی میتونه تمام کارها رو انجام بده. برای یک سیستم دسکتاپی، منظورم یک سیستم معمولی، میتونه تمام کارها رو انجام بده. ولی خب یکی از حرفای خود من اینه که کلا این حرف واسه هر نرم افزاری میزنم. اینم داشته باشیم که سیستم عامل جزء نرم افزار حساب میاد. هیچ نرم افزاری بی دلیل ساخته نمیشه، یعنی هیچ در نرم افزاری ساخته نشده که تو سطل آشغال بیفته. مثلا همین لینوکس خودمون خب روی سرورها نصب میشه چون که خیلی سبکه. خب بس حاشیه میکشیم کنار. برای نصب ویندوز چی نیاز داریم؟ اگه قصدتون این باشه که از روش من استفاده کنید، یه یو اس بی نیاز دارین و فایل ویندوز و یه سیستم نیاز دارین که باش بتونید نرم افزار بوتیبل کردن رو اجرا کنید که این پایین راجعش توضیح دادم. حالا فایل ویندوز هم پایین توضیح دادم. اینکه راجع به روش من شاید براتون سوال باشه، مثلا چه روش های دیگه ای هست. خب یکی از روش های احمقانه استفاده از دی وی دیه که دیگه کسی استفاده نمیکنه. حتی خیلی از سیستما و لپتاپ دیگه دی وی دی نمیخوره، کاری به این نداریم. حالا اوکی، روش های دیگه ای هستن، اونا رو که استفاده نمیکنه، خلاصه از همین هم استفاده میکنه. بوتیبل یعنی چی؟ وقتی که سیستم ما روشن میشه و ویندوزش اجرا میشه، در واقع ویندوزش بوت شده. هر وقت کامپیوتر بعد از روشن شدن چیزی رو اجرا میکنه، مثلا ویندوز رو اجرا میکنه، در واقع ویندوز رو بوت کرده. پس بوتیبل کردن فلاش معنای قابل بوت کردن هست. یعنی داریم اینو یه جوری توضیح میدیم به سیستم که وقتی که تو روشن شدی، به جای ویندوز من، به جای هارد من، فلشم رو اجرا کن. حالا ما اینا رو درک کردیم، چیکار کنیم؟ این سایت صاف 98 و ویندوز رو دانلود میکنیم. سایت صاف 98 و یه توضیح میدیم راجع به ویندوز. اینجا بخش سیستمه، حالا ویندوز دلخواه خودتون میگیم ویندوز 10 و مثلا نسخه پیشنهادی به قول خودش. اوکی، حالا نسخه 64 بیتی رو همه رو با هم دانلود میکنیم، با یک کلیک راست رو همه میگیریم این شکلی. مثلا کلیک راست اکسترکت میزنیم با نرم افزار وین آر ای آر و به همین سادگی شما میتونید فایلش رو داشته باشید. کاری نداره، سخت که نیستش. فایلش هم بعد بهتون نشون میدم. همین الان اوکیش میکنم. خیلی خوب، فایلی که توی خروجی بهتون میده یه همچین چیزی. البته این اسم خودم براش نوشتم، ولی الان مثلا فایل 5 گیگا مثلا میگیم 330 مگی همچین چیزی، 720. باک موبایلم چه شد؟ از وقتا خراب میشه. خب یه همچین فایلیه باید یه همچین حجمی داشته باشه. البته فایلی که من دارم بازم تکرار میکنم یه کمی زیاد قدیمیه. اگه نگاه کنید اینجا نوشته 2021 اینجا.
مال اون ساله، واقعا مال همون دوران دانلودش کرد. ولی ویندوز دیگه همیشه کاربردی، فایلشو دانلود کن، چند سال دیگه ران کنی یا آپدیتش میکنی حل. خب این فایلیه که باید داشته باشین توی خروجی. حالا داخل ویندوز 10 آیکونش این شکلیه، چون که به عنوان ایزو میشناستش. توی ویندوز پایین مثل 7 ناشناخته است. با نرم افزار مثلا آر میتونید بازش کنید، ولی بی معنیه، نیازی نیست اینو باز کنید. ما اصلا کاری به باز کردن این نداریم، این نرم افزار اوکیش میکنه. خب حالا توضیحات دیگه سخت نیست، یه دانلودش میکنی، استخراجش میکنی. دلیل اینکه من ندارم چیزی راجع به استخراج کردن توضیح میدم اینه که دیگه واقعا خیلی احمقانه است بیام بگم چه شکلی استخراج کنید. خب تا مرحله دوم که برسین، نرم افزار روفوس برای بوتیبل کردن فلش معمولی شماست، برای اینکه فلشتون قابل بوت بشه. کار کردن باشم ساده است، توی ویدیو یعنی همین توضیح میدم. تا مرحله دوم که به اتمام رسید، یعنی همه چی رو داریم ولی ما فعلا نداریم، پس ما یه فلش میخوایم بوت کنیم. یعنی کلیک میکنیم، دسترسی بهش میدیم، شاید فیلم نگرفته باشه، بهش دسترسی رو میدیم و اجرا میشه. میگه که آقا فلشت، من یه فلش 8 گیگ انتخاب کردم، میگه اینو انتخاب کن که خب اونم رو دسکتاپ این فایل ویندوز همه. میگم اوکی اینه. اینجا بخش مهمیه، میگه که بچه شما مثلا رانش میکنید، میبینید یه اروری میاد رو صفحه، اینجا مشکل شماست. سیستم های قدیمی MBRن، شما اگه رو سیستم قدیمی اینو عوضش نکنید رو جی پی تی باشه، اون ارور رو همیشه میبینید. اگه اون ارور رو پیدا کردم اینجا بهتون نشونش میدم. خب ولی ما حالا رو MBR اگه بذاریمش واسه سیستم های قدیمیه، بایوس اینجا هم نوشته، ولی این فقط UEFI سیستم های جدیدتر. اینجا یه اسمی میخوایم بذارین، ولی همین باشه هم همینه، هیچ معنی نمیده. تنها چیزی که مهمه این وسط اینه، به این باید دقت کنید که MBR یا GPT مربوط میشه به هاردتون. از کجا بفهمید هاردتون چیه؟ برنامه دیسک منیجر همچین اسمی داره، دیسک منیجمنت. حالا من خودم واقعا حفظ نیستم، ولی فکر کنم یکی کلاس پروپرتیز و احتمالا اینجا بهم توضیح بده این چیه. خب اوکی، الان از دوباره میگم، این یکی کلیک راست روی هارد اصلیتون میکنه. این هارد مثلا اصلی نیست، واسه اطلاعاته. یکی کلیک راست روی هارد اصلی، پروپرتیز، ولوم یا همچین چیزی. اینجا پارتیشن استایل رو گفته جی پی تی. پس ما اگه جی پی تی ایم همین رو میذاریم رو جی پی تی، اگه ام بی آریم رو ام بی آر میذاریمش. اوکی. ولی اگه مثلا سیستمتون هم جی پی تی ساپورت میکنه ولی هاردتون روی ام بی آر، شما میتونید هاردتون رو از نو فرمت کنید، پاکش کنید و بعدش از روش جی پی تی نصب کنید، ولی فرق نمیکنه. حالا شما از اونجا میتونید چک کنید و طبق اون انجام بدید. خلاصه به همین سادگی بهش یه فایل رو میدی با سلکت، اینجا هم فلشت رو انتخاب میکنی، استارت رو میزنی، میگه آقا پاک کنم اطلاعات فلشتون، میگی اوکی. از دوباره یه اوکی دیگه میخواد، نه دیگه نخواست از من، اون منتوی میخواد. من کنسل زدم چون که نیازی ندارم. اوکی. به همین سادگی شما یه فلش بوت شده ایجاد میکنید. خب مرحله دوم به شکلی بوت کنیم. سوال خیلی عجیبیه، برای شخص خودم نمیتونم بگم کدوم دکمه بوت کنید. اینجا یه لیستی قرار دادم که حالا من توی چنل تلگرام احتمالاً اینو بذارم. اینو توی گوگل سرچ کنید میاره ها، اصلا نیازی نیست دنبال این فایلی که من نوشتم باشین. ولی شما هر چیزی، هر مشکلی که دارین میتونید توی گوگل سرچ کنید. مثلا باید یه کمی سعی کنید انگلیسی سرچ کنید که بتونید دقیق تر بفهمید. شاید مثلا منابع فارسی ناقص‌تر باشه. آخه اینجا قشنگ کامل توضیح داده که مثلا آقا لپتاپ لنوو با کلید F2 وارد بایوس میشه و با کلید F12 وارد بوت منو میشه. فرق بایوس و بوت منو چیه؟ بایوس واسه تنظیمات سیستمیه، بوت منو واسه اجرا کردن یک دیسک بوتیبل. مثلا فلشتون بوت منو، مثلا من وارد بوت منو میشم و مثلا بینش زده که آقا فلان یو اس بی، فلان هارد، فلان چیز.
من میذارم یو اس بی. گرفتین چی شد؟ بهم میگم بوت منو. فرق بوت منو و بایوس اینه. حالا من پایینتر نه راجبش حرف نزدم، ولی توی کامپیوترها میتونه این باشه. مثلا تو کامپیوتر خودم با F2 بایوس هم میاد بالا. F2 و این دکمه دیگه با دیلیت و F2 میاد بالا. حالا مثلا توی لپتاپ های مختلف متفاوته. مثلا یکی از دوستان ایسوس داشت، نمیدونست با چیه، ما فهمیدیم دکمه اسکیپ یعنی ESC که میزنه بوت منوش میاد بالا. راستی باید چه وقتی شما این کار رو انجام بدین؟ قشنگ بعد از اینکه لپتاپ رو روشن کردین، بخواد دکمه روشن نظری باید شروع کنیم اون دکمه رو بزنین. دکمه روشن شدن، دکمه بوت منو رو باید بزنی، حالا بوت منو یا بایوس. قشنگ تا دکمه روشن میزنی. می‌بینید داخل هر دستگاه یه شکلی دیگه ای داره. شما وقتی که گیر کردین واسه بالا آوردن، یا میتونید از دوستانتون سوال کنید یا داخل گروهی که من توش ادمینم واسه سوال جواب جدید تاسیسش کردیم، لینکش رو توی چنلم حتما میذارم، میتونید اونجا سوال کنید یا میتونید برین گوگل کنید. گوگل کردن همیشه بهتره، خودتون پیشرفته تر میشید. خب اینجا هم توضیح دادیم که باید شما یه چیزی رو بالا بیاریم. من بهش میگم بایوس، واسه اینکه بتونید فلشتون رو انتخاب کنید و حتما سوال کنید اگه مشکل داشتین. خب اینجا دیگه فکر نکنم چیزی به درد بخورید. الان ما دیگه قرار بهتون مراحل نصب بگیم. خیلی ساده. یک سری تریک یا به اصطلاح روش ها یه باحال اجرا بشه. خیلی خوب اجرا شد، زیادم طول نکشید، فقط دوست ندارم وقت ویدیو گرفته شه. یا نکست که زدیم بعد میذاریم اینستال. حالا راجع به اون تریک هایم که خواستیم بگیم صحبت کنیم. راستی این چیزی که دارم روش ران میکنم بهش میگم ماشین مجازی. من داخل آموزشام راجع به این حتما توضیح میدم. خیلی از کسایی که تازه وارد میشن اطلاعاتی راجبش ندارن که بهتر اطلاع داشته باشن. اولین چیزی که گیرش میافتین نسخه های ویندوزه. آقا چی نصب کنیم، چی کار کنیم، چی کار نکنیم. طی تجربیات من انترپرایز و پرو خوب بودن که خودم همیشه پرو نصب میکنم. این فرق ان و این چیه؟ ان اینه که مثلا چیزایی مثلا که استفاده نمیشه رو حذف کرده. حالا یا استفاده نمیشه یا اضافی یا جا گرفته. فقط ان سبکتره. مثلا نرم پینت توش ندیدم، میدونید؟ اون پرو نصب میکنم الکی. حالا بخشی که اینجا بهش میرسیم میگه که اکسپت یه تیک میزنی بهش کن چرت و پرت میگه. کاستوم همیشه کاستوم بزن. اصلا همیشه وقت کار نکرد. نمیدونم واسه بقیه چطوری کار میکنه. اینجاها یه آن کالکتد اسپیس میبینید. 100% برای یه سیستم خونگی این بخش رو نمیبینید، ولی خب آن کالکتد اسپیس یعنی اسپیس اصلا ساخته نشده، حالا برداشته نشده، یه همچین معنی میده. ما نیو میزنیم و اپلای میکنیم. در واقع اگه هاردتون مثلا حجمش زیاده میتونید اینجاها مثلا حجم بدین. مثلا میبینید درایوهای مثلا من میبینید او یارو این دی اس پی درایو که دستگاه خرابش کرد. خب مثلا میبینید اینجا این شکلیه، به میگن این شکلی، یعنی حجم میدیم در واقع. حالا من اینجا 60 گیگ کلا مثلا بهش 20 گیگ میدیم. گرفتی؟ میشه پارتیشن چند تا، ولی کلا یه دونه است و این 60 گیگ خیلی کمه، پس من همین یه دونه رو بهش میدم. اونایی هم که میسازه واسه خودشه، پیش نیازهای خودشه، واسه بوته و اجرا کردن از سیستم من. حالا یه کمی بیشتر توضیحات میدیم. فرمت چی کار میکنه؟ هیچ کار خاصی نمیکنه، همه اطلاعات رو حذف میکنه و رو حالت NTFS رو پارتیشن ویندوزی قرارش میده. دیلیت اینو از دوباره حذف میکنه و شما باید از دوباره بسازینش با نیو. گرفتین؟ حالا یه سری تریکای باحال دیگه میگیم که واسه راهشو به ویندوز. ما اگه شیفت F10 رو بزنیم CMD باز میشه. خب این CMD میتونه خیلی کمک‌های بزرگی بهمون بکنه. یکی اینکه مثلا یه سیستمی شما دارین روش ویندوز رو اجرا کردین، نصب کنندش ولی نمیدونین مشخصاتش چیه. حالا این چیزی واقعا کاربردی نیست، ولی خب تسک MGR برای من بعضی وقتا کاربرد داره. پرفورمنس که میزنی مشخصات سیستم رو نشون میده. یا مثلا اگه اینجا نوتپد رو باز کنید، قشنگ نوتپد باز میشه. خب اینجا یه کاربرد خیلی خفنی داره. مثلا شما یه سری اطلاعات دارین، اینجا اوپن میزنی،
یه سری اطلاعات داخل این سیستم داریم. مثلا توی فولدر پیکچر، حالا اینجا پیکچرش الکیه، در واقع باید درایو سی شو باز کنید مال خود سیستم اطلاعات قبلیتون. وارد مثلا یه فولدری میشین، حالا این باز نمیکنه، یه فولدری میشی، مثلا اینجا شما اطلاعات دارین، اینجا کپی میکنی آراسی، تایپش هم رو آل بذارید، اینجا کپیش میکنی، حالا گزینه کپی نداره به خاطر اینکه هیچ فایلی نیست. بعد میری بخش دیس پی سی، اینجا فلشتون پیدا میکنی، باید فلشتو بذاری، وارد فلشت میشی، اونجا پیستش میکنی. البته بهتون چیزی نشون نمیده که مثلا انقدر داره جابجا میشه اینا، فقط باید یه کمی صبر کنید چون که موستون رو حالت دایره چرخوندنده میشه. گرفتین؟ یه تریک خیلی باحالیه واسه اینکه مثلا اطلاعاتتون رو از این حالت وردارین بذارین داخل یه فلش. میدونم که به دردتون بخوره، برای من که خیلی کار برده. یه تریک دیگه، یه چیزی که اینجا خیلی به درد میخوره، مثلا هاردتون یه مشکلی پیدا کرده، گیر میده بهتون، نمیذاره ویندوز نصب بشه، حالا به دلایل خاصی، مثلا بعد از نصب لینوکس این کار لازمه، مثلا میذارین که مثلا دیسک پارت اسم ابزارشه، یه برنامه است که میتونین باش هاردتون رو مدیریت کنید، دیسک هاتون رو در واقع. لیست دیسک، یه دیسک صفر آورد، معمولا دیسک صفر هارد اصلی خودمونه. مثلا من خودم اینجا دیسک پارتو بیارم، نکنین چی کار میکنه رو سیستم خودم، یعنی رو پی ام ویر نیست، ماشین مجازی نیست. اینجا فلش هم آورد، اینجاها این چی آورد، هارد دومم آورد، اینجا هارد اصلیم آورد که روش ویندوز نصب کردم. مثلا میذارم سلکت مثلا دیسک 2 فلشم، بهش میگم کلین، کامل اینا حذفش میکنم، یعنی صفرش میکنم، اصلا من دیگه اینجاها چیزی به اسم فلش ندارم، میبینید نیستش. بعد دارم از بخش دیسک منیجمنت جدید از دوباره بسازمش اینجا. خب الان اینجا هم همینطور، مثلا من اگه اینو حذفش کنم، اگه هاردتون مشکل داشت و حذفش کنید در مییم، حالا اگزیت نکنی رفرش کنی، میبینی این مثل حالت اول میشه. نیو میزنی اپلای، از دوباره همون همون کاسه قبلی خودمون. فقط دوست داشتم یه سری توضیحات بدم و بیشتر از اینم جا میشد ولی بیخیال. نکست میزنی، شروع میکنه نصب شدن. به همین سادگی ویندوز اینقدر آسونه. خیلی خوب بچه ها، اتفاق خاصی نیفتاد، فقط درصدش پر شد و روشن شد. الان مطمئنم از دوباره قراره درصدی پر بشه. این درصد پر میشه، لپتاپ خاموش روشن میشه، شما اجازه دارین که فلش رو در بیارین و آره فلش که در میارین دیگه، چون که تمام اطلاعاتی که خودش نیاز داره رو گذاشته پیش خودش. خیلی خب، قرار ما رو اذیت کنه. به سال بعد بذار من نمیدونم باز کنم ساعت 2:18 شبه، شما میتونین ساعت رو ببینید. و اینکه باید معذرت خواهی بزرگی بکنم بابت اینکه این آموزش نصب ویندوز شاید بی کیفیت باشه. منظورم از بی کیفیت اینه که خیلی روش مانور ندادم که این ور توضیح بدم اون ور، و خیلی سعی کنم حرفه‌ای و دقیق به شما توضیحش بدم، ولی نه، سعی کردم یه آموزش ساده و سریعی باشه و همونطور که گفتم اینجور مشکلات رو شما باید سرچ کنید. گران یه چیز خیلی مهمی داخل حوزه کار. و آره بهتر من یه دور اینو پاس کنم. خیلی خوب، کلی طول کشید تا سیستم داره خاموش روشن میشه و تازه لود بشه. فکر کنم این اولین اجراشه که قراره بیاد، نمیدونم الان از دوباره خاموش روشن شد. اسپای ما رو گرفته این وقت شبی، ما میخوایم یه آموزش ثبت کنیم شما بتونید یه ویندوز نصب کنید. و خب آره اینجا قرار از اون سوال بپرسه. مرحله خیلی آسونه، آموزش هم الان داره تقریبا 20 دقیقه میشه.
میدارم حوصلتون سر نره. من دوست دارم یه کمی کنم. یه لحظه، ولی 10 لحظه معطلمون کرده این دهن سرویس. باز کنیم. خب میگه بچه کجایی؟ ما میگیم بچه ناف آمریکا، یونایتد استیتس. نمیخواد بهش بگه ایران و اینا، ولش کن. یه ویندوز میخواد چیکار بکنه؟ میگه میخواد های زبان کیبورد چی باشه. خب میگیم آمریکا، ولی شما میتونید به عنوان کیبورد دوم انتخاب کنید پرشین رو اضافه کنید، ولی ما میذاریم برای بعد وقتی که سیستم رو روشن کردیم. اینجا اسکیپ رو زدیم. الان اینجا یه چند تا سوال چرت و پرت. آقا به اینترنت وصل میشه؟ یکم اینترنت نیاز داری یا این چرت و پرتا؟ واسه خودش حرف مفت میزنه. میگم اینترنت ندارم داشتم. یه نت نداشته باشی همچین چیزی میشه؟ گفتن نمیخوام. کلا میشه اسم چیه؟ ما میگیم هنتای کدر. رمز چیه؟ میگم نمیخوام رمز. اینتر که بزنین این که نمیخوام رمز بزنم. اینا رو همه رو من خاموش میکنم. نمیدونم خودم خاموش. اطلاعاتیه که ازمون میگیره. ازشون بخواد. خب نمیخوام. همین سادگی. الان سیستمم روشن میشه، پاز میکنم. سلام میکنه، میگه میخوام واسط آمادهش کنم این چرت و پرتا. خیلی خوب. حالا اوکیش کنید کم کم. من آموزش رو باز گذاشتم چون که دیگه آخرش مهم نیست. بعد امیدوارم که این آموزش برای شما کاربردی باشه. خب خیلی خوشم میاد. الان بگیرم اینو خاموش کنم، داریم که خاموش نکن. یه روش خاموش کنم چقدر حال میده. در پیچی کنیم از دستوراتش. دوست دارم آموزشامو تیکه تیکه بذارم. مثلا همین راجع به ماشین مجازی یا داخلی آموزش کوتاه بذارم. خیلی بهتره که اینجا جاش کنم. میدونید الان ما بعد از نصب یک ویندوز چیزی که نیاز داریم نصب درایور هاست. درایور یه چیز خیلی مهمیه. یا حالا دو تا روش هست کمک گرفتن از نرم افزارهای جانبی مثل آی او بیت درایور بوستر منیجر، نه بوستر. یه سری نرم افزارهای دیگه واسه درایور نصب کردن، اونا با اینترنت انا فکر نکنین آفلاین. یا از طریق ویندوز آپدیت، مثلا میزنید رو حالت آپدیت، خود ویندوز آپدیت درایور هاتون رو نصب میکنه. که من بیشتر آی او بیت درایور بوستر رو پیشنهاد میکنم و نرم افزارهای آپدیت درایور. ولی صادقانه بهتون بگم من سیستم خودم رو با خود آپدیت ویندوز انجام میدم. واقعا روک دارم میگم. رو نت میذارم خودش آپدیت میکنه، هم ویندوز هم آپدیت میشه هم درایورم. من ویندوز هم معمولا یه بار آپدیت میکنم، بعدش آپدیت ها رو غیر فعال میکنم. خب دیگه هیچ توضیح خاصی ندارم برای نصب ویندوز و قشنگ الان ویندوز ما داره کار میکنه. خب ویندوز ما داره کار میکنه. تاسک منیجر دارن سی پی سرویس شده. این که مجازیه دیگه. تده. یه ویندوز نمیتونه دیلیت کنه. میبینید. به همین سادگی آموزش ما تموم شد. بقیهش میشه اکتیو کردن ویندوز و اینجور چیزا. داخل آموزش های کوچیک توضیح میدم برای آدمای تازه کار و اینجور. تو خوش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و قرار نیست بهتون بگم تو رو خدا چنل تلگرام من ساب نه عضو بشین، بیاین یوتیوب هنتای کوده رو، بیاین آپارات هنتای کوده. اصلا برام مهم نیست. هر کاری می‌خواید بکنین خوش به حالتون. من فقط دوست دارم آموزشامو ضبط کنم که شاید به درد یکی بخوره. خب موفق باشین. خداحافظ دوستان.